تموم بود. حالا شاید میشد یه ظرفیت باتری اضافه تری هم داشته باشه. من میخوام یه سری نکاتم راجع به مزایای خودروهای برقی بگم که حالا شما منتشر کنید. ببینید من چون دفتر کارم توی طرح و ترافیکه، یعنی هر روز باید برم توی طرح. من با مراجعه به شهرداری و پلیس به علاوه 10 کاری انجام دادم که دیگه هیچ وقت پول طرح نمیدم. یعنی ماشین برقی پول طرح نداره. این حالا جهت آگاهی مردم خوبه بدونن. ماشین برقی نیاز به معاینه فنی نداره. یعنی فعلا سیستمش تو کشور ما نیست. ماشین برقی نیاز به مراجعه به نمایندگی مدام نداره. شما سالی یک بار باید برین نمایندگی یا رو 10,000 کیلومتر، هر 10,000 کیلومتر میرین. خیلی شما رو درگیر واسه موارد روزمره نمیکنه. نیاز شما به تعویض روغن ندارین. خیلی از فرایندها و از زندگی شما حذف شده. نیاز به بنزین ندارین. اینا واقعا مزایای خودروی برقی است. حالا در کنار اینکه آلودگی نداره، به محیط زیست کمک میکنه، اینها واقعا چیزاییه که شاید حالا مردم خیلی بهش بر نخوردن و من بعضی وقتا میبینم که افرادی مثلا در صدد تخریب خودروهای برقی هستن، ولی واقعا خودروهای برقی کاربرد مثبتی دارن. و من خودم ماه پیش به نمایندگی برای 1 سالم که مراجعه کردم، نمایندگی فقط فیلتر خودرو رو عوض کرد طی نیم ساعت و به من گفتش که اینم حالا جالب مردم بدونن، گفتش که هرتز باتری روی 96ه، مثل گوشی که میریم هرتز باتریشو چک میکنیم. گفت و این هرتز خوب و استانداردیه، شما تا 5 سال تا 70 باشی این هرتز داره گارانتیه و میتونی بیای باتری تو تا 5 سال اگر زیر این هرتز بیاد عوض کنی، یعنی برای تعویض میکنی و هزینه نداره. اینها آپشنایی که رو خودروی برقی است و واقعا حسن خودروی برقی اینه که در یک جمله شما رو درگیر نمیکنه. مثل خودروها که شما درگیر خیلی مسائل فنی هستید، مسئله فنی برای شما پیش نمیاره. خیلی ساده هست برخورد باهاش، خیلی شارژش ساده است، خیلی رانندگی باش ساده است. شما الان تو خودرو این صدا ندارین، یعنی شما الان تو اون بنز بشینین صدا دارین، همین اصلا این نرمی رو احساس نمی‌کنین. این یا اون، یعنی اون لوکس بیرونش ولی این توش آرامش داره. یعنی شما تو این خودرو نشستین فضا هیچ صدایی نمیاد، یعنی این لذت رو دارین میبرین. ولی خب باید اینم قبول بکنیم احتیاج به زیرساخت داریم. یه سری زیرساخت‌ها از جنس اصلا خدمات به خودروی برقیه. حالا اگر توی جاده براش مشکلی پیش اومد، یه دونه فیلم در اومده بود که بیزد-4 ایکس و نیسان چرخگیر اومده بود بلند بکنه، چرخای جلوی ماشین اومده بود بالا. این ماشینا همشون بالای 2 تن وزنشونه. و احتیاج داریم برای امداد جاده خودروبر داشته باشیم. اینا چیزاییه که باید بهش فکر بکنیم. و به نظر من شخصا مثلا کسی که با کویک داره گواهینامه میگیره، بعدش اگه بیاد پشت آیدی 4 بشینه مشکل ایجاد میکنه. شتاب ناگهانی این ماشین و کنترل کردن یه دوباره ماشین 2 تنی یه دردسر ویژه‌ای داره. بله قطعا این مسائل هستش. اینو بهش پرداخته بشه